ماینکرافت، ولی من از این اصطلاح‌ها دارم با از این کلاه‌ها. خب از شروع میکنیم. اول به چوب زدنمون میرسیم. چوب. هر وقت که به سنگ رسیدم ویدیو رو استاپ میکنم. تو من چه برام کنم حتما داشته لایک کن و چنلش هم سابسکرایب کن. راستی من فراز فورتنایتون هستم. سر خودی یادم میرسیم. خب که رفتیم تیبل بسازیم با از این استیکر. خب بریم شروع ساختن. اول یه پیکرز، بعد یکی تبر. نیاز به تبر نداشته. آها فهمیدم، من نیاز به چوب دارم با این تبره. یادمون نره چوب بزنیم. خب بریم چوبمون رو تبدیل کنیم به اوک پلنکس. میدونستین این چوب اوکن؟ اوک فکر نکنید کواکن و اوکن. بریم چند تا حیوان بکشیم. من میخوام 3 تا گاو و خوک بکشم، یا گاو یا خوک. بریم که دنبالش. راستی من نیاز به غذا ندارم. میدونستین آقا؟ به یه سنگی رسیدن حتما این ویدیو رو استاپینگ میکنه. اوه یه بره. اوه یه جلو ببین. درست شد. خود 2 تا غذا گرفتن، یه دونه دیگه غذا هم میخوام. سیدیم مثل واقعا میخوام استاپش. آلمورالدو بکشم. اگه آلمورالدو رو کشم من دیگه ویدیو رو استاپ میکنم. خب داشتم میگفتم دیگه ویدیو استاپ. آقا اول کار رسیدم به زغالا رو باید بکنم. اینم از این. شروع به استاپ کردن این ویدیو. راستی هدف پیدا کردن یه دونه دایمنده. بالاخره رسیدیم به دایمند خوشگلمون. حتما این ویدیو لایک کنید و چنل سابسکرایب. خب یه چیزی بهتون میگم، حتما یه ویدیوی دیگه میذارم که حتما مهمه خیلی. میدونستین؟ حتما این فراس رو لایک کن و چنلش رو سابسکرایب کن. خب الان که باید کلی گوسفند شکار کنم. بریم برویم. قسمت بیاد جلو ببینم. خب حتما این ویدیو این فراس رو لایک کن و چنلش رو سابسکرایب کنید دیگه.